استراتژی خط روند یکی از ساده ترین و پرکاربردترین استراتژی تو بازار مالی که بسته به رفتار انسان. این مهمترین چیزه. ما اول باید بگردیم دنبال یک روند نزولی یا صعودی. روند نزولی ما باید سقف‌هاشو به هم بچسبیم. همونطور که می‌بینین از این سقف میگیریم به این سقف می‌خوایم وصل کنیم که پوزیشن‌های بعدیمون رو به دست بیاریم. خب من الان خیلی قشنگ نگاه کنین، نگاه کامپیوتری باید داشته باشین. یک برخورد اینجا میریز برخورد داشته حساب نمی‌کنیم، دو برخورد. پس یه سری ناحیه‌ها به ما میده. اینکه ببین تغییر روند خیلی سخته. اگه آسون بود، اگه می‌خواست خط روند مثلا مثل اینجا شکسته میشد، تو این اینجا شکسته میشه، نگاه کنین بعد بازار اصلا صعودی نشده، رنج زده بعد ریخته. خب نگاه کن، ما چند ناحیه به ما میده. یکیش این ناحیه است، یکی دیگهش این ناحیه است، یکی دیگهش این ناحیه، یعنی 4 تا پوزیشن داده این ناحیه. خب ما تمام اینجاها میتونستیم سل بگیریم، یعنی فروشنده باشیم. اینجا ورود استاپ این پشت تیپی 2، ورود اینجا استاپ اینجا تیپی 2، ورود اینجا استاپ اینجا تیپی 3، ورود با همین پین بار استاپ پشت پین بار و تیپی 2. خب نگاه کن، ما برای رسم کردن این یه ناحیه‌مون، این دومین ناحیه‌مون خودش ناحیه ها رو به ما میده. ما دیگه باید با پین بار، با این کندل، من زومش کنم اینو بذاریم پاک کنم، ببین چقدر قشنگه بازار. اینجا مثلا تاییدش اینگالف کندل قبلی بود، یعنی پوشوند. این پین باره، این کندل، با این کندل ورود کن. نه چقدر قشنگ اومد برخورد کرد به خط روند ما، پین بار داد ورود کن. تیپی 2 رو گرفته بودی دیگه، ببین همینجا تیپی 2 رو گرفتی. بس همین خط روند و پین بار شما میتونید نسل در نسلتون رو تامین کنید. حالا یه سری میگن نه تغییر روند و فلان. خب نگاه کن، من میام اینجا ناحیه سقف رو مشخص میکنم. خب اوکی، اومده خیلی قشنگ شکونده بالفرض مثال. خب اینجا رو شکوند، پول بک هم زده. بعدش چی شد؟ بعدش رنج شده. همونطور که دقت میکنین بازار رنج شده، اومده دوباره روند خودش رو ادامه داده. حتی اینجا ما دوباره میتونیم با خط روند